ثبت نام ایران خودرو دوستان، ماشین ریراشون و ماشین دنا سورن. تمامی ماشین ها دوستان به صورت پیش فروش و فوری هستش. حالا رانا داره هایمای S5 پروشو داره، بعد S5 پرو دوباره که فوریه، 207 شون که با موتور تیوتری هن، بعد هایمای X7 207 دستی که اینا تیو 5 و این هم که هایمای S8. این دوتا هم که 207 دستی که تیو 5 هن که یکیشون سقف شیشه‌ای که میشه ارتقا یافته. فقط یه نکته دوستان، این هایمای S8 یه سود خیلی زیادی داره که یه چیزی هولوش 900 تا 950 میلیون تومان با بازار فرقشه. بعد تمامی ماشین ها به صورت فوری و پیش فروش، یعنی 30 روزه و 3 ماهه که شما میتونید ثبت نامه‌شون رو انجام بدین که توی 3 تا طرح، یکیش عادیه، یکی مادران و فرسوده. اینا رو میتونید شما انجام بدین. برای ثبت نامش فقط با شماره که براتون میذارم تماس بگیرید و اینکه دیگه پول نمیخواد، گواهینامه لازم نداره، فقط باید تا 2 سال از ایران خودرو، سایپا، بهمن موتور و اینا خرید نکرده باشین، وگرنه شما میتونید ثبت نامشو انجام بدین.